سلام و وقت بخیر. زلمه خلیزاد در سفر تازه‌اش به کابل موضوع حکومت انتقالی را با مقامات و سیاسیون افغان شریک ساخته است. مقامات وزارت خارجه آمریکا گفتند اگر این طرح قبول شود، کار ملل متحد در روند صلح افزایش خواهد یافت. دکتر حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی کشور میگوید حکومت افغانستان برای کامیابی روند صلح از جامعه جهانی و طالبان مسلح خواهان ضمانتند و افزوده است هر طرحی که مطرح می شود باید ثبات و صلح را تضمین کند. آژانس خبری رویترز میگوید گروه داعش مسئولیت حمله بر کارمندان تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار را به دوش گرفتند. همزمان ایالات متحده آمریکا خواسته است تا خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان باید کاهش یابد. در جریان یک سال گذشته 90 تن از عالمان دین در کشور به شهادت رسیدند. شورای علمای کابل میگوید حکومت باید عاملان این قتل‌های هدفمند را شناسایی و به جزای اعمالشان برساند. و در نتیجه انتخابات میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اورنگزیب به حیث رئیس، مولانا عبدالله معاون و مسافر قوقندی به صفت منشی انتخاب شدند.